عزت او را گذاشته شما برای دعوا آمدید، برای صدا بلند کردن آمدید، برای احترام عزت. خواهش میکنم برادران عزیز، کلی خواهش میکنم خاموشی را رعایت کنید. انشاءالله اینا بزرگان آمدن، جنازه آمد، حضرت مرحوم اسماعیل پیران آمدن سخن میکنه، همگی خاموشی را رعایت کنید. الحمدلله و الصلاة و السلام علی رسول الله. اما بعد از سلام از همه شما خواهش میکنم خاموشی را رعایت کنید. دوستان خدا آمدن خودشان بنشینند، شما جای خدا ببرید. ما الحمدلله در این ساعت ها همه روزدار هستیم. حالتی که میخواهم گپ بزنم دهانم خوش شده ایستاده است. این اشاره به آن میکند که جنت عاشق یکایک ما و شماست، خصوصا استاد ارجمند مرحوم ما که امروز در دهه رحمت خدا جانش نشا گرفت. چه مرتبه عالیه در ماه مبارک رمضان در دهه رحمت و در حالت روزداری و صومداری. به سبب برادران عزیز گرامی همین 4 صفت را